خیلی خوشگله. آماده اید بریم یکی از قشنگترین لوکیشن های سوئیس رو بهتون نشون بدم. یه چیز خفن تو دل کوههای آلپه که بعد بریم بالا که بعد بهتون نشون بدم، ولی بهتون نمیگم چیه. بریم. سلام بچه ها، من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. این ویدیو اولین تجربه من، اولین سفر من به سوئیسه. با همدیگه بریم این سفر رو ببینیم، گوشه به گوشه سوئیس رو قراره با همدیگه بگردیم. امیدوارم که خیلی لذت ببرید. لطفاً واسه حمایت سابسکرایب کنید، لایک کنید و دوستاتون معرفی کنید و کامنت برام بذارید که بتونید بهم انرژی بدید و انتقاداتون رو با جون و دل میپذیرم. اگه نظری دارید بهم بگید. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. خب آقا، من الان رسیدم به جنوبی ترین نقطه آلمان، یعنی فرایبورگ. من چون که دویچه تیکت داشتم تا اینجا فکر کن 1 یورو هم خرج نکردم. دروغ چرا گشتم بود یا ناهار خریدم به مبلغ 6 یورو. من از اون سر آلمان اومدم این سر آلمان، جنوبی ترین نقطه آلمان رایگان. حالا از اینجا به سوئیس یا قطار میگیرم یا با اتوبوس. الان میخوام چک کنم ببینم کدوم ارزون تره. این شهری که من هستم گفتم بهتون اسمش فرایبورگ، خواهرخونده اصفهانه. حالا یعنی چی؟ این به این معنیه که وقتی دو تا شهر با همدیگه خواهرخونده هستن، یعنی این دو تا شهر از دو کشور مختلف با همدیگه یک سری تبادلات دارن، تبادل‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. همون جوری که ما توی آلمان توی شهر فرایبورگ یک خیابون به نام اصفهان داریم، در شهر زیبای اصفهان هم یک خیابون به نام فرایبورگ داریم. این دو تا شهر میتونن با همدیگه تبادل فرهنگی داشته باشن، میتونن دانشجوهاشون رو به همدیگه اعزام کنن، میتونن تبادل‌های اقتصادی داشته باشن و خواهرخوندگی بین شهرهای کشورها دقیقاً به معنی همین تبادل‌ها بین همدیگه است. بچه تو تمام سوئیس شما از این آبا میبینی گذاشتم، مثلا این که پشت منه روشم زاده سال 1996 که این آبا آب شکوه آلپه و قشنگ همه جا هر کسی تشنه باشه میتونه بخوره. حالا شاید براتون عجیب باشه که چرا دارم میگم آب. خب آب همه جا هست. تو آلمان شما یه قطره آب هم نمیتونی رایگان برای خوردن پیدا کنی، ولی اینجا آب گذاشتن، آب کوههای آلپ، قشنگ میتونی واسه خودت بگیری بخوری دیگه. راهمون رو از جاده‌های نفسگیر شروع کردیم تا به دریاچه‌ای برسیم که ویلهلم تل، قهرمان افسانه سوئیس، با تیر و کمونش تاریخ ساخت و از جنوب این دریاچه فرار کرد و قهرمان شد. اینجا دریاچه شویتز تو کشور بسیار زیبای سوئیسه. بیایم بقیه‌شو نشونتون بدم. خیلی خوشگله. ویلهلم تل تیرانداز ماهر و مرد آزاده سوئیسی بود. تو اون زمان حاکم ظالمی به نام گسلر به مردم ظلم می‌کرد، اما ویلهلم جلوی اون وایساد. حاکم برای تنبیه ویلهلم رو مجبور میکنه با تیر و کمون سیبی که روی سر پسرش بود رو بزنه. ویلهلم با مهارت تمام سیب روی سر پسرش رو میزنه و اون رو نجات میده. بعد از زندان فرار میکنه، گسلر رو میکشه و تبدیل میشه به نماد آزادی مردم سوئیس. بیا رو بگی. امروزه در قسمت تلز پلاته، ساحل جنوبی دریاچه اورنرزه، یک کلیسای کوچک سنگی و یک ناقوس مکانیکی به اسم گلاکنشپیل برای گرامی داشته ویلهلم تل نصب شده. آقا من دارم دیوونه میشم. ما توی این جنگله نزدیک مثلا شاید بگن نیم ساعت پیاده روی کردیم، اومدیم تو اعماق جنگل. بعد یهوی خونه رو دیدم. بعد فکر کردم شاید رستوران یا کافه باشه. بعد رفتم ازشون پرسیدم و گفت نه این خونه ماست.
من میخوام اینجا زندگی کنم، من دیگه برنمیگردم. این شب زیبا هم با همه چالش‌های طوفان و بارونش تموم شد و ما رفتیم تا به سفرمون ادامه بدیم. آقا اینجا اگه بهشت نیست کجاست؟ زیبایی رو ببینید. تو طول مسیرمون از جاده‌ها و روستاهای بسیار خوشگل و تمیزی گذشتیم تا برسیم به مقصد مورد نظر. خب ما سفرمون رو از اینجا شروع کردیم که ماشین رو پارک کردیم و قراره تا اون بالا کوهنوردی کنیم. من و کوله، شما همه آماده اید بریم یکی از قشنگترین لوکیشن های سوئیس رو بهتون نشون بدم. یه چیز خفن تو دل کوههای آلپه که باید بریم بالا که بعد بهتون نشون بدم، ولی بهتون نمیگم چیه. بریم. واسه اون بالا رفتن 2 تا مسیر داریم، یکی تلکابین، یکی کوهنوردی و پیاده، که قطعا من کوهنوردی رو انتخاب کردم. این کلبه خوشگل پشت من میبینید؟ شاید باورتون نشه این سطل آشغال سوئیسه. داخلشو ببینید. یه روزی این خونه رو میخرم توی این ویو کوههای آلپو، میخرمش. اینو نمیخرم، اینو میخرم. الان یه ارتفاع 500,000 متری رو اومدیم بالا و این ویومونه. تا الان که ارزششو اصلا نداشته. جایی که قراره با هم ببینیم یک دریاچه طبیعیه که آب این دریاچه از یخچال‌های اطراف تامین میشه. بنابراین حتی توی تابستون سرده. به خاطر رنگ فیروزه‌ای آبش معروفه. در استان برن کشور زیبای سوئیس قرار داره. حدود 1580 متر بالاتر از سطح دریاست و تا 56 متر هم عمق داره. اینجا دریاچه اوشننزی تو دل ارتفاعات کوه آلپ. فکر کنم ما کلی اومدیم بالا، تو ارتفاعات این دریاچه زیبا هست. این سفرمونم با تمام قشنگی‌هایی که دیدیم و تجربه‌هایی که کسب کردیم بالاخره به پایان رسید و رفت یه گوشه‌ای از قلبمون نشست. خیلی ممنون که تا اینجای کار با من بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. بازم میگم واسه حمایت، سابسکرایب، لایک، کامنت، هر کاری که کنید من ممنونتون میشم. خیلی دوستاتون دارم و ماچ به کلتون. تا ویدیوی بعدی منتظر باشید.